السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان مخلصان مدرسه حنفیه، در این نوار خواستم درباره آغاز ماه شریف رمضان به شما اعلام میکنیم. ماه شریف رمضان چون که ما در داریم با وقتی یعنی که روسیه مفتی شهری مسکو و تتارستان آغاز رمضان را 24 اپریل اعلام کردند و کسانی که در مسکو زندگی میکنند و اینچنین در دیگر شهرهای روسیه زندگی میکنند باید تابع اعلان این مفتیات باشند. یکی ما در اینجا زندگی داریم، باید ما از علمای اینجا تابع کنیم، اطاعت کنیم و به گفته آنها روزه را روزی 24 سر بکنیم. و اینچنین در تاجیکستان هم روزی 24 روز یکم روزه را اعلان کردگی هستند. کسانی که در تاجیکستان هستند این را فهمیدگی هستند. امروز ما از سایت ها دیدیم که بله در روسیه مفتی روسیه، مفتی تتارستان در ماه رمضان را 24 اپریل روز یکمش را اعلان کردگی هستند. به همین سبب برادران و خواهران عزیز، روزی 23 اپریل روز یکم تراویح، گرچند که تراویح در مسجدها خوانده نشود، این معنای آن را ندارد که ما تراویح را نمیخوانیم. نه، تراویح در خانه خوانده می شود. انشاءالله تراویح را ما در خانه با همراهی عائله ها میخوانیم. کسانی که با همراهی عائله هستند، کسانی که با همراهی برادران در یگان حجره زندگی میکنید، کسی که در بین شما بهترین تلاوت را دارد، قرآن را بهتر میخواند، وی را امام گذارید و از خفای وی تراویح را بخوانید. و اگر شما با عائله باشید، خودتان امام شوید و پس از شما اگر مردها باشند مردها ایستند، یا پسر بچه ها باشند اول پسر بچه ها ایستند، اول بالغ بعد نابالغا، بعد از صف آخران زنها دخترها. اینچنین میتوانید نماز تراویح را در خانه با جماعت گذارید انشاءالله. بله برادر، بله روزی پگاه 23 اپریل روزی شبش یکم روزی تراویح میشه. نماز خفتن را میخونیم و تراویح را میخونیم. بعد روزی 24مش روزی جمعه روزی یکم روزه میباشه. و بعضی برادران میپرسند که ما یعنی که در روسیه زندگی داریم لیکن با وقت عربستان سعودی روزه میداریم، این درست است یا نه؟ نه آنقدر درست است. برای خاطر اینکه ما در روسیه قرار داریم، ما با وقت اینجا نماز میخونیم، یعنی که آمدن ماه شریف رمضان از همون دیدن هلال، دیدن ماه میده آغاز می آود. ممکن که همون ماه میده را، همون هلال را در دیگر منطقه ها بینن و در دیگر منطقه ها نبینن. و موافق حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم، اگر در شب 29 شعبان همون هلال را دیدن، ماه نو را، پگاهش رمضان می دراید، روزه می دارن. و اگر در شب 29 ماه شعبان هلال را ندیدن، با سبب ابر یا با دیگر سبب ها، شعبان را 30 روز پوره کرده رمضان را آغاز میکنن. و راه بهتر این است که تابع علمان همان جای شدن، یک در کجایی که زندگی میکنید تابع فتوای همون علمان شوید. یک ما در روسیه هستیم، با ما گفتن 24 ما اطاعت از علمان میکنیم. تمام. سوال. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در اینجا سوال دادن که تقویم ماه شریف رمضان وقتی پیتر از کجا آوریم؟
اینترنت در آمده اینه که نویسید ماه رمضان، تقویم ماه رمضان همه شهرهای روسیه هسته، از آنجا دسترس میکنید انشاءالله. وقتی مسکو را چی خیل بفهمیم؟ وقتی مسکو را هم در آمده از اینترنت انشاءالله دسترس میکنید، همهش هست انشاءالله. بعد از 1 ساعت شام تراویح کرده اجازت کجا ببینید، بعد از بهتر است که از همون تقویمی که در همون شهری که زندگی دارید از همون تقویم استفاده برید. یعنی بعد از نماز شام، بعد از 1 ساعت نماز خفته نمیدارد، حد اقل بعد از 1 ساعت 15 یا که 1.5 ساعت میدراید و بهتر این که از همون تقویم ها استفاده برید، از تقویم هایی که در شهر خودتون هست. برای خاطر که تابستان است، در وقتی تابستان همین است که فرقیت تابستان از زمستان، یعنی که در زمستان ما بعد از شام بعد از 1.5 ساعت 1 ساعت 15 دقیقه نماز خفتن می‌دارد و در تابستان این انیق نیست. سوال شب 23 روزی، بله شب 23 خیسته، یعنی که سحرخوری میکنیم و روز 24 این روز 1 رمضان است. روز 24 که میتوانیم این روز روزه گیریم، یعنی فردا بهتر است که از رمضان آغاز کنید. السلام علیکم. به من گفتن که خدا گفتن نادرست است، آیا این راست است؟ خدا گفتن درست است، یعنی خدا گفتن درست است و به دیگر زبان ها هم، یعنی که به دیگر زبان ها هم درست است. نه که در حدیث می آید، در این باره در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتند که این الله طیبون، به درستی که الله طیب است. لیکن همین طیب اگر اسمای صفات را بینیم، نام های خداوند 99 نام های خداوند را بینیم، همین نام طیب نیست. یا که در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اللهم انت الشافی، خدایا تو شفا دهنده هستی، یعنی که الشافی گفتند. و اگر در بین 99 نام های خداوند بینیم، نام شافی هم نیست، ولیکن از این برمی آید که خداوند را با دیگر نام ها هم، یعنی که ندا کردن، دعا کردن ممکن بود است. از این رو علما خلاصه می آورند که خداوند را اینچنین با دیگر زبان ها، با زبان تاجیکی مثل فارسی خدا، با زبان روسی، با دیگر زبان ها، با انگلیسی، با هر یک ملتی که با زبان خودش که خدا را دعا کرده بخواند، با این نام ها اجازت است. لیکن که باید در فکر این باشد که وقتی که ما با زبان روسی که باگ میگوییم، این را در نظر داشته باشیم که خدای یکتا را، خدای یکتا و یکا و یگانه را، نه اون خدایی که نصرانی ها در نظر دارند. این فهمه شده انشالله. سوال دیگر رو میبینیم. این چونین وقتی که ما خدا میگوییم، یعنی که آن خدای یکا و یگانه رو در نظر داریم، نه اون خدایانی که مثال زردشتیان در نظر داشتن. سوال دیگر 24 است. بله در روز 24 رمضان است. سلام علیکم. یک روزی پیش در تاجیکستان این سال هم روزی 24 آغاز می شود. در آمده دیدیم در اینترنت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر، درست است که در عربستان دیگر ماه به رمضان را گذاشته است؟
این خبر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حسن بای، چه خیلی فهمیم که در عربستان دیگر ماه به رمضان را گذاشته است، یعنی که نه این خبر رمضان رو در همین ماه رمضان می‌داریم، نه در ماه دیگر. این ممکن خبری دروغ باشد. نه، شب فردا میگیریم انشالله. پگاه نه، پگاه دیگر، پگاه 23 شبش تراویح را میخونیم و 24 انشالله روزه را میداریم. سوال دیگر نورالله میگم روز پنجشنبه سنت میتوانیم روزه گیریم یا در رمضان گیریم؟ بهترش میشد که بله، روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه داشتن سنت است، ولیکن چون بعد از روز جمعه روز یکم رمضان است، بهتر است از رمضان آغاز کنیم. و علیکم السلام. سلام علیکم. سوالتون باشد اینجا نویسید. و علیکم السلام. رقم های ما هست در بعضی از نوارها، انشالله باز میگذاریم. هموطن تیجی می نویسد روزه از 23 گیریم یا از 24؟ برادر شما در کجا زندگی دارید؟ اگر در روسیه در تاجیکستان زندگی داشته باشید، علمای اینجا و علمای تاجیکستان 24 گفتن، 24 بگیرید. و در بعضی مملکت های عربی 25 گفتن. این برای کسانی که در آنجا زندگی میکنن. سلام علیکم. آمدیم رمضان به همه مبارک. و علیکم السلام احمد جان، به شما هم این ماه مبارک شود. شوکت اگایف می نویسد رمضان در شهر سنت پترزبورگ کی؟ برادر در تمام روسیه روزی 24 است. در اینترنت در آمده تقویم شهر سنت پترزبورگ را گیرید هست. تراویح چی؟ هموطن تیجی تراویح را در خانه میخواند با همراهی عائلتون انشاءالله. یکی حاضر مسجد ها من هستند در اکثریت جا، به همین سبب نماز تراویح را در خانه میخوانیم. اول السلام علیکم، یک سوال ماهی نو کی میبراید؟ یونس و علیکم السلام یونس. انیخ ما نمیدونیم کی میبراید. اگر همین شب 29 هم باشد، نه با فکرم فردا شب 29 هم شعبان است. خداوند میدوند، این رو دیدن در کار. فقط این تقویمی که پیشنهادی ما کردن علما، این از روی اینه که نه از دیدن ماه اعلان کردن، اینها از روی حسابی اینه که کیهانی گویم، حساب کیهانی از این حساب اعلان کردن که این هم علما اجازت میدهن این حساب را. هموطن شما در تومسک باشید، اینه که روز 24 بله روز 24 روزه را میدارید انشاءالله. حضرت سوره یاسین را یک مبین سوره یاسین را در یک رکعت خوانده می شود؟ بله می شود. در هر یک رکعت نماز بعد از سوره فاتحه می توانید یک آیه دراز خوانید به مثل آیت الکرسی، یا یک آیتی که از سوره کوثر برابر سوره کوثر باشد یا که درازتر باشد. یک آیت دراز یا 3 آیت کوتاه. سلامت باشید. در خانه می توانیم 20 نفر نماز جمعه در خانه خواندنش ممکن نیست. یعنی که یکی از شرط های جمعه این مسجد جماعه است. این مسجد جامعه میگویم که مسجد یکی از شرط های جمعه. به همین سبب اگر 20 کس هم باشد، 100 کس هم باشد، مسجد نباشد، نماز جمعه خوانده نمی شود. و نماز جمعه موافق مذهب ما 3 آدم به غیر از امام 3 آدم اگر در مسجد جماعت باشند خواندنش ممکن است. مثال حاضر در مسجد ها
намозҳо бале намозҳо манъ ҳастанд, лекин дар масҷид имом масҷид ҳаст, қаловур ҳаст ва агар ҳамин инсонҳо ба ғайр аз имом бо 3 одам бошад, онҳо метавонанд намозро бихонанд дар ҳамон масҷидҳо. Ва лекин ки аз масҷид дур ҳастем, рафтан манъ аст, мо намози пешинро мехонем ба ҷои ҷумъа. 3 нафар таробеҳ бихонанд чӣ мешавад? Бародар, таробеҳ як инсон ҳам хонда мешавад. Агар дар хона ба ғайр аз шумо ҳеҷ кас набошад, худатон хеста намози таробеҳро мехонед. Агар боз дигар шахсон бошанд, беҳтар мешавад ки ҷамоат бихонед. ва тариқи хондани таробеҳ ин аст ки аввал 4 ракат фарзро мехонед, фарзи хуфтанро, баъд 2 ракат суннатро мехонед, суннати хуфтанро, баъд 20 ракат намози таробеҳро мехонед. баъд аз он намози витри воҷибро ҳам бо ҷамоат мехонед. ин аст фарқият. намози витри воҷиб дар моҳи шарифи Рамазон бо ҷамоат хонда мешавад. салом, ба тақвими шаҳри худамон бихонем, дуруст аст? Баҳриддин: ва алайкум ассалом. Бале, дар кадом шаҳре ки зиндагӣ доред, ба тақвими ҳамон шаҳр рӯза гиред, намозҳоро бихонед. ин беҳтарин аст, чунки олимони он ҷо медонанд вақти ин шаҳрро. ба ҳамин сабаб тобеи уламо шудан бениҳоят амали хуб аст. саволи дигар, иброҳим авазода: бародар, нохуст агар фаромӯш кунему ягон чӣ бихӯрем, оё рӯзаи мо мешиканад? Ба қасд не. Бародар Иброҳим, агар ине ки хатоан агар ягон чӣ хӯрдем, рӯза намешиканад. Дар ҳадиси паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯянд ки касе ки хатоан чизе бихӯрад, рӯзаашро давом дода рӯза гирад ва дурустӣ ки худованд ӯро хӯронидааст. Яъне ки касе ки хатоан бихӯрад, фаромӯш карда бихӯрад, ин паёмбар чӣ мегӯянд? Ба дурустӣ ки худованд ӯро хӯронидааст. Валекин мо рӯзаро медорем, қазо ҳам намедорем. ва агар касе қасдан бихӯрад рӯзаи Рамазонро, 60 рӯз бояд рӯза дорад. Ба ин сабаб эҳтиёт бояд кард. Акаҷон, барои чӣ мо аз миллати Иброҳим халилуллоҳ ҳастем? Ине ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам, Иброҳим алайҳиссалом бобокалони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам аст. байни паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ва Иброҳим алайҳиссалом якчанд яъне ки авлодҳо рафтааст. ва ҳамаи мо на танҳо аз миллати Иброҳим, ва ҳамаи мо аз Одам алайҳиссалом ҳастем, фарзандони Одам алайҳиссалом. чор ракатӣ хонем мешавад ҳазрат? Бале, намози таровеҳро метавонед 2 ракат хонед. Метавонед 4 ракат хонед. баъд аз 4 ракат 6 тасбеҳ гӯед, ё ягон ҳадис гӯед, ё салавот фиристед. яке ин дам гирифтан баъд аз ҳар 4 ракат каме дам гирифта метавонед тасбеҳҳоро гӯед, метавонед салавот бихонед, метавонед ягон амри маъруф кунед. яке фақат тасбеҳ хондан шарт нест. дар ин ҷо тасбеҳ хондан шарт нест. Дар ин ҷо яке 6 яъне каме дам гирифтан ва метавонед ягон ҳадиси рамазонӣ хонед, метавонед ягон салавот бихонед, метавонед тасбеҳҳоро бихонед. саволи дигар,
дар Питер 23 мегирӣ. ба фикрам не, дар тамоми Россия 24 аст. то даромада тақвимро бубинед. тақвими шаҳри худро дидаам. Ман дидам дар Москва, яъне ки муфтии Москва, муфтии Татаристон рӯзи 24 эълон карданд. ассалому алайкум. нияти таровеҳро мегуфтед. Шӯҳрат Маҳмадшоев: не, ният кардам бигузорам 2 ракат намози таровеҳ, 2 ракат суннати намози таровеҳ гуфта мехонед. ки нияти забонӣ, аслан нияти қалбӣ аст. нияти асосӣ ба забон гуфтан ҳам дар мазҳаби мо як кори хуб аст, як амали хуб аст. пагоҳ бародар Юнуса, аз пагоҳ барои моҳ биковем ё ҳамин рӯз? Аҳа. Агар имрӯз 28 моҳи Шаъбон бошад, аз пагоҳ. беҳтар аст ки тобеи олимо шавед. Олимо кадом рӯз гуфтанд, ҳамон рӯз рӯзаро бигиред. 24 гуфтанд, бале рӯз 24ро мегирем. яъне ки кофтани моҳ ба яъне ки ба мо воҷиб нест ки ҳар яки мо баромада биковем. инро олимон мебинанд ва мегӯянд, эълон мекунанд. Баҳриддин Муродов менависанд ки мо намози таровеҳро дар вагон хонем, дуруст аст? бале бародар, дуруст аст. асос ки ҷойи пок бошад, метавонед бихонед. ва дар байни шумо касе ки Қуръонро беҳтар мехонад, онро имом гузоред ва аз паси ӯ намоз бихонед. меҳрубон: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. устод хуб ҳастед? алҳамдулилла хуб ҳастем. шумо чӣ ҳол доред? ва алайкум ассалом. саволҳо боз ҳаст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳазрат, рамазон кай хезем? Қуръон ислам. рӯзи 24 иншоаллоҳ бояд рӯза доред. шаби 23 бихезед ва рӯзи 24 рӯза доред. одамоне ҳастанд ки рӯза намедоранд, аммо намоз намехонанд. дар ҳамин бора каме маълумот медодед акаҷон? бале, шахсоне ҳастанд ки рӯза медоранд, фақат моҳи шарифи рамазонро, вале намоз намехонанд. ки ин шахсон як сухани худоро амал мекунанд ва сухани дигарро не. яъне ки намоз хондан ва рӯза доштан амри Парвардигор аст, бо ояти Қуръон нозил шуда аст. яъне ки онҳо як сухани худовандро амал мекунанд барои хотири ин ки дар як сол як моҳ аст, ва дигар сухани худованд ки ҳар рӯз бояд 5 вақт намоз бигузоред, инро амалӣ намекунанд. яъне ки ин хуб нест, барои хотири ки намоз беҳтарин ибодат ҳост. намоз беҳтарин ибодат ҳост. агар бубинем ҳамаи ибодатҳо, рӯза, закот ва дигар ибодатҳо бо воситаи Ҷабраил ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нозил шуда оятҳояшон, ва ояти намоз бошад бе воситаи Ҷабраил алайҳиссалом буданд. яъне ки вақте ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба Исро ва Миъроҷ баромаданд, яъне ки худованд худ намозро, фарзияти намозро ба пайғамбар гуфт, яъне бе воситаи Ҷабраил. ин далолат мекунад ба аҳамият, яъне ба аз ҳама беҳтарин будани ибодат намоз аз дигар ибодатҳо. ба ҳамин сабаб бояд ки инсон намоз хонад. ва агар гӯяд ки рӯзаашон қабул мешавад ё не, танҳо худованд медонад. мумкин ки рӯзи қиёмат аз рӯза аз онҳо савол нашавад, валекин аз намоз савол шавад. ва мо медонем ки яқин савол дар рӯзи қиёмат аз намоз аст. аввалин савол аз намоз буда, рӯзи қиёмат аввалин савол аз намоз аст.
نیکی کسانی که از کسانی پرسیده می شود نماز داشتید، نماز خواندید، اگر آنها نماز خوانده باشند عملهایشان دیده می شوند، ولیکن آنها اگر نماز نخوانده باشند دیگر عملهایشان دیده نمی شوند. به همین سبب دعا کنیم که این خیل برادرانی که فقط اینه که روزه ماه شریف رمضان رو می دارند یا که فقط در رمضان نماز می خوانند، این برادران رمضانی هستند، یعنی که در باره این شخصان بسیار علما و گپ زدگی هستند. اینه که بنده رمضانی نباشید، طاعت و عبادت خود را تنها در رمضان نگذارانید، که بنده خداوند باشید، امر خدا را در همه وقت اجرا کنید، در زمستان و تابستان، در رمضان و در غیر رمضان. به همین سبب دعا میکنیم که خداوند هدایت کند این خیل برادران را که نمازهای خود را در همین ماه آغاز کنند انشاءالله. با سوال رو میبینیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله ما خوب هستیم. سلام علیکم. تو چند نفر ممکن است تراویح؟ سلام علیکم حضرت، تو چند نفر ممکن است تراویح خواندن؟ عبید جان رحمتوف. اینه که نماز تراویح شرط نیست که چند نفر باشید، یک خودتان هم باشید نماز تراویح را خوانده می توانید، و اگر 2 نفر 3 نفر باشید بهتر می شود که جماعت کرده خوانید، به سبب آنکه ثواب جماعت هم را می گیرید. یکی در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم می گویند که نماز جماعت بهتر است از نماز یک توگه. کسی که یک خودش می خواند به 25 درجه و در حدیث دیگر 27 درجه ثوابش بسیارتر است. به همین سبب بهتر می شود که از بین خود چند نفری که هستید شخص خوب قرآن می دونستگی را امام گذارید، از پس او نماز خوانید. سوال دیگر. برادر، خواندن نماز تراویح را به همه قاعده هایش از خفتن تا ویتر قاعده ویدیو کن رای کن، خدا برکت دهد. عمران سیدعلیف، بله این نوراست کردن کاری آسان نیست، در یک روز این اجرا کردن نمیشود. حاضر ما دوام داده ایستادیم انشاءالله. ما تا نماز شام را، اینه که طرز خواندن نماز را تا نماز شام را تیار کرده پیشنهاد کردیم، انشاءالله پیشکش شما کردیم و انشاءالله حاضر آماده هستیم نماز خفتن را انشاءالله تیار میکنیم و نماز ویتر را انشاءالله. و نماز تراویح یعنی که هیچ مشکلی ندارد، فقط نیت، یعنی که بجای نیت کردم بگذارم 2 رکعت سنت نماز بامداد، میتونه 2 رکعت سنت نماز تراویح گفته خوانید، یا که 4 رکعت اگر نماز تراویح را 4 رکعت خوانید. السلام علیکم. و علیکم السلام. نفری که حسن بای، نفری که دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیرد میتواند روزی پنجشنبه روزه گیرد. نه که یک شخص هر وقت دوشنبه پنجشنبه روزه میگیرید و فردا که پنجشنبه هست میتواند که روزه گیرد؟ بله میتواند. نورالله مرادف، اکا 2 پاره میدونم از قرآن، چی خیل نماز تراویح را خوانم؟ ماشاءالله بهتر که 2 پاره میدونید. همین 2 پاره را تقسیم کرده به صحیفه ها در نماز تراویح بخوانید. اگر اینه که دانید که و در وقت خواندن اینه که فراموش نمی کنید، اگر سوره ها را نقض دانید، برای خاطری که بیشتری ماده سوره ها را میدونیم لیکن در نماز خواندن خطا میشد. اگر و خوبتر میشد که پیش از تراویح خواندن یک بار این سوره ها را از قرآن بخونید
و در هر یک رکعت می توانید نیم صحیفه را بخونید. هموطن تیجه، اگر یگان کس روزه داشتن نتواند روزش خورد، باید 60 روز روزه گیرد. اگر کسی قصدن روزه خود را شکند، قصدن روزه خورد، 60 روز باید روزه گیرد. این کفارت است. قصدن یعنی که در اینجا چی؟ بیماری، اگر بیمار شده یعنی که خورد هیچ گم ندارد. اگر سبب باشد، ضرورت باشد، هیچ گم ندارد. اگر قصدن یعنی که از گشنگی، از گرسنگی بخورد، چون روزه داشتن انسان گرسنه نمیشد و این و گرسنه شدن یعنی که سبب شدن نمیتواند. یعنی که ما باید گرسنه شویم، ما باید گرسنگی را حس کنیم تا به قدری نعمتهای خداوند برسیم و بدانیم که میلیون شخصان امروز گرسنه هستند و فهمیم که گرسنگی کاری آسان نیست و در فکر آن مسلمان های شویم که آنها گرسنه اند. این روزها در افریقا و در دیگر جایها بسیار هستند گرسنه ها. به همین سبب گرسنگی سبب شدن نمیتواند، یکی بیماری سبب شده میتواند. انسان از هوش رود سبب می شود و دیگر سبب ها. قریجان تراویح چند رکعت فرض، چند رکعت سنت؟ محمد علی زاده، نماز تراویح فرض نیست، نماز تراویح سنت است. در مذهب ما 20 رکعت خواندن سنت است. بعد نماز خواندن دویم فاتحه کردن ضرور است یا نه؟ بعد نماز خواندن دعای فاتحه کردن ضرور است یا نه؟ کامل. بله، بعد از هر دعای، بعد از هر نماز یعنی که دعای فاتحه کردن، اینه که شرط نماز نیست، یک عمل خوب است. شرط نماز نیست، یک عمل خوب است که ما در حق گذشتگان دعای فاتحه میکنیم. یک عمل خوب است. در مذهب ما اهل سنت و الجماعه و اینچنین در دیگر مذهب‌ها، در مذهب ما حنفی‌ها و در دیگر مذهب‌ها که علما اجازت میدهند که آیات را خوانده و گذشتگان به ارواح گذشتگان ببخشیم. سوال دیگر، یک برادر میگوید در ماه مبارک رمضان خیر کنم خوبتر است یا که افطار دادن؟ حسن بای حکیمов، یکی خیر کنم بهتر است در ماه رمضان یا که افطار دادن؟ همین افطار دادن هم خیر است، لیکن که اگر شما دانید که محتاجان هستند، مثال امروز شب و روز برادران مهاجر ما که از کرانتین است کار نرفته ایستادن، آنها محتاج هستند. بهتر میشد که همین پولی که افطار میدهیم، چون که در افطار خویش و تبار یار و دوست می آینده، بهتر که همین پولا را برای انسان های محتاج بدهیم. یکی برادر عزت امان خریداری کرده ایستادن محصولات، میتونید برای آنها فرستانید تا یک در این ماهش انشالله این خیری بهتر است، این بهتر می شود انشالله. و دیگر برادران هم در مسکو بسیار هستند که محتاج هستند امروز برای خوراکواری. بهتر می شود که همین مقدار پولی که می خواهید افطار کرده خویش و تبار یار و دوست را جمع کنید، بهتر می شود که برای آنها فرستید، برای خاطر که یار و دوست خویش و تبار الحمدلله چیزی می خوردنی دارند. این فکر شخصی من است. برادر، تراویح سنت مؤکده است؟ مؤکده چی معنا دارد؟ سنت مؤکده، سنت غیر مؤکده. یعنی سنت مؤکده
این سنت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک نکردند، همه وقت می‌خواندند. این سنت های 4 رکعت سنتی نماز پیشین، 2 رکعت سنتی نماز پیشین، 2 رکعت سنتی نماز شام، 2 رکعت سنت نماز خفتن، اینا همش سنت های مؤکده می باشند که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک نکردند. و سنت های غیر مؤکده این سنت های می باشند که پیامبر گاهی اجرا کردن و گاهی ترک کردن. اینه که این داشتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه و دیگر سنت ها در همه سوال در همه شهر 24 میگیری روزه را در نظر دارید؟ در روسیه، بله در روسیه، در اکثری در مسکو، در تتارستان 24 من در آمده دیدم 24 اعلان کردگی. در تاجیکستان هم 24 اعلان کردگی هستند. بعد قضا خواندن نماز تسبیح گفتن در کار یا نه؟ یکی بعد از نمازهای قضایی نمازی وقتی را خوانده تسبیح را گوید، بعد از آن خسته از آن قامت گفته نمازهای قضایی را خوانید و بعد از آنها می توانید تسبیح نگردانید. اکجان و گردانید هم هیچ ضرری ندارد، خوب است. اکجان 5 وقت نماز خوانی و روزه گیری لیکن نماز جمعه در اشتراک کردن نتوانی معلومات میدادید. یکی درباره که شخص نماز میخواند، نماز 5 وقته روزه میگیرد و به کدام سبب نماز جمعه رفتن نمیتواند، مثل امروز که کرانتین است یا که در جای دور کار میکند تا مسجد رفتن نماز جمعه رفتن نمیتواند. بله در این حالت ها نماز پیشین رو میخوانیم، چون که پیشین جمعه است. نماز جمعه فرض است برای مرد مسلمان رفته در مسجد خواندن، نه در خانه. ولیکن این فرض است که به قدری که توانایی، اگر انسان توانایی داشته باشد، اگر در نزدیکی مسجد باشد، اگر مسجد کشاده باشد، این روزا هم مسجد ها محکم هستند، به همین سبب که نماز جمعه جای نشین دارد، جای نشینش نماز پیشین است، نماز پیشین را میخونه تمام انشاءالله. و که که قدرت پیدا شد بر رفتن نماز جمعه یا که مسجد ها درها را باز کردن، رفته باز جمعه را میخونید. اینه که با سبب ترک کردن جمعه، اگر سبب باشد انسان گناهکار نمیشود، ولیکن بی سبب در شهری که زندگی میکردید نماز جمعه خوانده میشد، شما نرفتید، در خانه شیشتید، نرفتید، رفتن میتوانستید، بیمار نبودید نرفتید، در این حالت بله گناه است. سوال دیگر کجان 5 وقت ابرار اکا یک سوال، اگر زنی حامله خون بیند میتواند نماز بخواند و روزه بدارد؟ اینه که زنی حامله خون بیند میتواند نماز بخواند و روزه بدارد. بله، چون در وقت حاملگی این حیض نیست، این اون خونی نیست که عادتا میبراید. این خونی استحاضه می باشد که به کدام سبب کسلیه برآمده است. به همین سبب در هر یک نماز طهارت کرده نماز میخواند و روزه خود را میدارد. یکی زنی حامله دار وقتی که از زنی حامله دار خون بیند، این خون آن خونی حیض نیست، خونی استحاضه است و در وقت برآمدن خونی استحاضه در هر یک نماز پیش از هر یک نماز طهارت کرده نماز میخواند و روزه‌اش هم را میگیرد. و اگر داند که روزه به سبب روزه داشتن ضرر میرسد به طفلش، یکی اگر نزدیک باشد به تولد کردن، بهتر که ندارد، یکی اجازت است برای آنها. و زنی شیرخواره هم همین مسئله، زنی شیرخواره داند که به سبب روزه داشتن شیر کم می شود و ضرر به طفل می رسد،
میتواند روزه ندارد بعد قضایی میدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد صلی الله علیه و سلم از آن گفتگی می نه که بوریا بریسف سوال داده است که محمد صلی الله علیه و سلم از آن داده گفتگی می پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن داده است یا نه؟ بله، علما گفتن که از آن ندادن به سبب آنکه در از آن چیست؟ اشهد ان محمد رسول الله، گواهی میدیم که محمد پیامبر خداست. یعنی که سبب از آن نگفتن پیامبر و علما در این میدونن که خود پیامبر گواه دادن که من پیامبری، اشهد ان محمد رسول الله، یعنی که این را دیگرها گویند بهتر است. به همین سبب علما میگویند که از آن را پیامبر خود نمیداد، دیگر یعنی که صحابه میدادن. السلام علیکم برادر صدیق. عبدالله. و علیکم السلام عبدالله. سوال شما برادر عزیز، زکات را به خویش و تبار دهیم می شود؟ بله، زکات را به خویش و تبار دادن می شود. و کدام خویش و تبار؟ یعنی که به پدر به پسر دادن نمی تواند، پسر به پدر دادن نمی تواند، به مادر دادن نمی تواند، برای خاطری که این یعنی که پدر باید وظیفه دار است که پسر خود را، یعنی که خرجش را مصرف کند، و این چونین پسر در گردن پسر هم واجب است که باید خرج پدر مادر خود را مصرف کند. و این سبب پدر به فرزند، فرزند به پدر نمیتواند، ولیکن به برادرانی که علاهیده زندگی میکنند، به برادران میشود، به خاله و توای و جیان و به آنها میشود. و از کدامش؟ از آن که کم بغلتر است، محتاج است، از همانش سر کنید. اینه که ممکن که برادر شما محتاج نباشد، ولیکن تقوی شما محتاج است، از تقوی سر کنید. یعنی که سطح زندگی هر یکی آنها رو دیدن در کار که محتاج تر است، از همون کس سر کنید، انشالله بهتر می شود. سلامت باشید هموطن. تیجی سوال من جواب تید دیگه. چه خیلی سوال داشتید، یک بار دیگر نویسید، ما فکرم هم به همه سوال ها جواب دادیم. سلام، خداوند عمر پر برکت نصیب کند. من مخلص شما، باز انتظارم سخنان خوب شما را. ایوان ایوانوف. و علیکم السلام، جزاکم الله خیرا. هموطن، اگر نماز تراویح نخونیم روزه قبول می شود؟ و هموطن تیجی که سوال شما، اگر نماز تراویح نخونیم روزه قبول نمی شود، که بین روزه و نماز تراویح علاقه نیست. این معنای این را ندارد که نماز تراویح نخونی روزه قبول نمی شود. نه، که از نماز خواندن، از نماز تراویح خواندن ثواب الهیده میگیرید. و از داشتن روزه، اینه که داشتن روزه فرض است، ترک روزه گناه کبیره است. اگر به سبب روزه را ترک کنید گناه کبیره کرده اید. و ترک نماز تراویح یعنی که گناه نیست، ولیکن از ثوابی که در این رمضان خداوند به همه میدهد، از آن خود را محروم میکنید. به این سبب تراویح خونده یعنی که در ثواب این تراویح، از ثواب این تراویح خود را محروم کنید. حسن بای حکیمов، برادر میگوید پدر و مادرم از تاجیکستان تلفن کرده گفتند که روزه نشود داری، آیا من روزه دارم گناهکار میشوم یا نه؟
اینه که پدر و مادر امر کردن که روزه پسرم روزه ندار، من روزه دارم گناهکار میشم یا نه؟ نه برادر. وقتی که سخن خدا است، وقتی که سخن خدا است، دیگر سخنهای همه رد کرده می شود. وقتی که خداوند میگوید که روزه دارید، پدر و مادر گوید روزه ندار، ما گپی سخن خدا رو گوش میکنیم. وقتی که خداوند میگوید که نماز بخوانید، پدر و مادر میگویند که نماز نخوان، در اینجا ما اطاعت بنده نمی کنیم. هر وقت که جایی که اطاعت خدا است بنده امر کند، ما اطاعت نمی کنیم. که باید روزه دارید. اگر کسل نباشید، بیمار نباشید، اگر به سبب یعنی که صحت و سلامت باشید، روزه می دارید و پدر و مادر می فهمانید که امر خدا است و آنچه که شما می گویید بر ضد امر خدا است. این یعنی که شوخی نیست. آیت الله قاسموف نیت روزه را می گفتید. انشاءالله نیت کردم روزه دارم، روزه ماه شریف رمضان از صبح صادق تا نماز شام. این با زبان فارسی. با عربی هم هست. نویت ان اصوم صوم شهر رمضان من الفجر الى المغرب خالصا لله تعالی. اکا رفع یدین سنت است. در نماز اکا رفع الیدین سنت است. که برداشتن دست ها در مذهب ما، موافق مذهب ما، فقط در تکبیر تحریمه می برداریم. بعد از نیت خالصا لله تعالی الله اکبر گفته می برداریم و در پیش از رکوع در مذهب ما نه. هموطن چی سوال داشتید؟ یک بار دیگه سوالتون بنویسید. هموطن تیجی چی سوال داشتید که میگویید که به سوال من جواب دید؟ یک بار دیگر نویسید سوالتون رو. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حیاتشان یگان بار از آن گفتند، به فکرم نگفتند اگر نماز تراویح نخوانم روز. روزی 24 برادر بحریدین، روزی 24 روزه میگیریم. حسن بای حکیمов و ایاکم انشاءالله ما دعاگو هستیم، شما را هم دعا کنید. قاری جان هستند آدمانی که نماز تراویح را نمیدانند میگفتید تا آخرش چند رکعت است؟ نماز تراویح از 20 رکعت عبارت است. در مذهب ما می توانید 2 رکعت نیت کرده بخونید، اینچنین 4 رکعت نیت کرده بخونید. بحریدین روزی 24 روزه میگیریم. محمد علیزاده قاری من 10-11 سوره کوتاه میدانم، آیا میتوانم تراویح خوانم؟ بله میتوانید. بله با 3-4 سوره میتوانید تراویح خوانید، هیچ مشکلی نیست. به شما هم خداوند جزای خیر دهد. خارجان آدمانی که در روسیه در مهاجری محنت 5 وقت نماز میخوانند لیکن روزه نمیگیرند، نماز خوانده او قبول میشود؟ انشاءالله نماز قبول میشود، یکی به هر یک عمل انشاءالله خداوند اجر خودش رو میدهد و بهتر میشد که روزه خود را هم بدارند، چون رمضان در یک سال یک بار می آید.
سلامت باشد در وقت نماز ترس چی خاصیت دارد؟ محمد رجب در وقت نماز ترس چی خاصیت دارد؟ سوالتان نافهمو. رمضان در روسیه کی؟ مرادف رمضان در روسیه روز 24م. آن صورتی که در اکران مونده هست که از آنجا ببینید. برادر در روسیه روز 24م رمضان میشه. بله روز 24م. باخا سیمومینف: برادر سلام، یک سوال. ما در روسیه قرار داریم، روزه گرفتنی میگویند که اگر گیری ایمونیتت پس می شود و ممکن همین وبا تاثیر رساند. رفشانی می انداختید. یعنی اگر شما بیمار نباشید و آن توصیه هایی که طبیبان میگویند استفاده برده ایستید، انشالله بدارید. یکی ایمونیتت پس بعد ببینید که بسیار شخصانی که یعنی که ایمونیتتشون نقص بود آنها را بیمار شده ایستادن و همین سبب خوبتر میشد که روزه را بدارید انشالله و از توصیه هایی که طبیبان میکنن استفاده برید. دست ها را بشویید، یعنی که بیهوده به بیرون نروید انشالله و دعا را فراموش نکنید از خداوند. زفر: و علیکم السلام، به شما هم این ماه مبارک باشد. سلام علیکم اکا جان، نماز تراویح بعد نماز خفتن است یا پیش از نماز خفتن باید کدام سوره ها را بخوانیم؟ امین را میفهمید. فیروز: نماز تراویح بعد از نماز خفتن میخوانیم. اول 4 رکعت فرضی خفتن، بعد 2 رکعت سنت خفتن را، بعد از آن نماز تراویح را، بعد از نماز تراویح نماز ویتر را. کدام سوره ها را میخوانیم؟ آن سوره هایی که نغز میدونید همان سوره ها را بخوانید. سلام علیکم، سوال داشتم حضرت، قاری ها را الله در جنت چی بشارت داده است؟ قاری ها را خداوند در جنت چی بشارت داده است؟ الان در ذهنم نیست، به این سوال جواب دادن نمیتوانم. سلام علیکم اکا، ماه شریف رمضان 23 یا 24 میآید رحمت پیش که فیلم تیوی روز 24 انشاءالله. شب 23 تراویح بخونید و روز 24 روزه بگیرید. نماز خفتن ویدیوش کی دوید میکنید؟ منو سلام افی انشاءالله. حاضر ما آماده داریم نماز خفتن را، یعنی نماز شام را ما گذاشتیم و آماده نماز خفتن هستیم. تا پگاه ممکن پگاه دیگر نماز خفتن هم آماده شود میگذاریم. محمد رجب: من دیروز در وقت نماز سخت ترسیدم، چه خاصیت دارد؟ که جواب میدادید خوب میشد. ترس از چی بود؟ اگر ترس از پروردگار باشد انشاءالله بهتر است و ما باید بترسیم که خوب داشته باشیم. اکا در نماز شام صلوات گفتن لازم است؟ فیلم تیوی اگر شما صلوات هایی که بعد از التحیات خوانده می شود آن را در نظر داشته باشید، بله در همه نمازها این صلوات ها گفته می شوند. در همه نمازها بعد از التحیات در رکعت آخر. سلام، یکم بار از آن از جانب کی نازل شد؟ از جانب کی نازل شد؟ تاریخ از آن نوار هست. درباره تاریخ از آن چه خیلی پیدایش از آن در آمده در بینید اینه که وقتی مسلمانان به مدینه هجرت کردن و میخواستن برای نماز دعوت کنن و وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از صحابگان پرسیدن چه خیلی دعوت کنیم، هر کسی فکر خود را گفت
و دیگر شخصان گفتند که ما با یگان صدا آواز دهیم و بعد از این یک روز گذشت در خواب از آن را عمر ابن خطاب خداوند از او راضی بود و این چنین یک صحابی دیگر را این کلمه های از آن را در خواب دیدند و آمده به پیامبر گفتند و پیامبر امر کردند که بلال از آن بدهد چون آوازی بلند و فورم داشتند. در این باره باز نوار است در آمده ببینید. سلام علیکم، شما از کجای تاجیکستان هستید؟ فیلم تیوی. سلام اکا، شما از کجای تاجیکستان هستید؟ ما از ناحیه مسجد هستیم. ای ما را نمیخوانی اکا جان. دولت کدام سوال شما را نخواندیم کنی؟ با فکرم همه سوال چی سوال داشتید؟ باری دیگر نویسید. من همه سوال ها را خوانده ایستادم. سلامت باشید. دولت باری دیگر نویسید چی سوال داشتید؟ من همه سوال ها را خوانده ایستادم. شوکت اکا جان، الله از شما راضی باشد. رحمت کلان ماه رمضان مبارک. سلامت باشید. به شما هم این ماه مبارک شود. در جای کار شید در جای کار شید از طرف راست. شما از اینه که محمد رجب وقتی شما ترسیدم گفتیده در جای کار شد از طرف راست، اینه که گربه برآمده پیشک برآمد. اینه که هیچی، شما از یک چیه که نترسید انشالله، نخود از گربه ترسید. ولی اگر وقتی که بی خبر میبرد بله یک ترس پیدا می شود. این که عادتا در همه هست، نه تنها در شما. اگر شخصی که زنش را 3 طلاق کنه یگان روایت داره بحردین، یعنی که اگر 3 طلاق گفت بین آنها، یعنی که آنها دیگر زندگی کردن نمیتوانند تا آن دمی که این زن با خواست خود به شوهر نبراید و اگر آن شوهر و شوهری دویش که نو کرده است اگر آن را طلاق بدهد، بعد میتواند به شوهر پیشیش نکاح کند. یعنی که این کارها نباید به مصلحت شوند. یعنی که با خواست زن خودش شوهر کرده بعد طلاق شود. در نماز سمیر صالح در نماز پیشین در 2 رکعت آخر بعد الحمد زم سوره میکنیم که در نماز پیشین، بله در 2 رکعت آخر، یک 2 رکعت سنت را شما در نظر دارید، در 2 رکعت سنت بعد از سوره فاتحه یعنی سوره الحمد زم سوره میکنیم. فقط در نمازهای 4 رکعت سنت اگر باشد در هر 4 رکعتش هم زم سوره کرده می شود. ولیکن در نمازهای 4 رکعته فرض، یعنی که 4 رکعت نماز فرض پیشین، 4 رکعت فرض نماز عصر، در 2 رکعت اول سوره فاتحه و زم سوره میکنید و در 2 رکعت آخر در رکعت سوم و چهارم تنها فاتحه را میخوانید. پس فرق بین 4 رکعت سنت و 4 رکعت فرض. حسن بای حکیمов از مسجد کهنه میشد یا مسجد نو؟ از مسجد نو. بخ سیمومینف برادر اگر خواب بینی به مثل خواب حضرت امام اعظم خواب دیده و بیمار شد چند مدت به فکرم میدارد. البته چی خاصیت داره التماس سوالت. بخ سیمومینف افسوس که من تعبیر خواب رو نمیدانم، به همین سبب به سوال شما جواب دادن نمیتوانم. سلام علیکم. روز دولت چی سوال داشتید؟ سلام اکا جان، روزه بگیریم تسبیح هاشو ندانی سوره اخلاص بخوانی میشود؟
یعنی که تسبیح در تراویح در کدام تسبیح رو شما در نظر دارید؟ روزه بگیریم تسبیح هاش، یعنی که نماز تراویح خونیم تسبیح هاش ندانیم. اگر این را شما در نظر داشته باشید، یعنی که تسبیح خواندن شرط نماز نیست، می توانید نخوانید، می توانید یک صلوات خونید، سوره اخلاص بخونید می شود که با جای تسبیح سوره اخلاص خواندن هم می شود. اگر بعضی آدما میگن که روزی جمعه را تکبیر کردن ممکن نیست، تبریک کردن ممکن نیست یا نه؟ بهره که گفتنی که جمعه مبارک هیچ یعنی که ضرر، هیچ یعنی که جای ناممکنی نیست. بله ولی که این را فراموش نکنید که این سنت نیست، یعنی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی نمانده است. یعنی که سنت نیست که ما تبریک گوییم. یعنی که گفتن که مبارک شود این روز هیچ جای بدعت نیست، ممکن است ان شاء الله، لیکن بدانید که این از سنت نیست، یعنی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است. ولیکن گفتن به یک شخص که این روزت مبارک باد، روزی که این چی معنی دارد روزت مبارک روز جمعه؟ یعنی که همین روز پربرکت شود، روزی برکت باشد، هیچ جایی یعنی که ناممکنیش نیست، ممکن است. می توانید هر روز را گویده و برادران که این روزت مبارک شود، این روزت پربرکت شود. یعنی که یک دعای خیر است، به مثل یک دعای خیر است، ممکن است پیامبر نگفتن، ما نمیگوییم، بگذار نگویند، ولیکن گفتن این کار یک گناه نیست، چون ما خوبی میخواهیم، برکت میخواهیم. فیلم تیوی یعنی که نماز تراویح رو ما ویدیو کردن نمیتوانیم، که 2 رکعت نماز سنت بامداد داریم که مثل همان خوانده میشد، فقط نیتش دیگر. در اول 2 رکعت نیت تراویح گفته میخونید، تمام. تیمور اسرارف سلام، در نماز چند فرض هست و کدام هایند؟ اینکه فرضهای نماز 6 فرض بیرون از نماز، 6 فرض داخلی نماز است. 6 فرض داخلی نماز این: یکم تکبیر تحریمه گفتن، دوم قیام راست ایستادن، سوم رکوع کردن، چهارم سجده کردن، پنجم قرائت کردن از قرآن، ششم یعنی که مقداری در قعده آخر مقدار التحیات. السلام علیکم، رحمت اکد باشه. سمیر صالح، سلامت باشید برادر. اسلام تیج نویسد: السلام علیکم اکا، روزی چندم گیریم در مسکو؟ برادر در مسکو روز 24 بگیرید. در آمده تقویم مسکو را بگیرید و از اون عملی کنید از تقویم. اکا در وقت التحیات میخونی و دو دین، یعنی بعد از التحیات خوندن و درودهای از اینکه در کتاب‌های فقه درباره دعای بعد از صلوات ها گفته است که کدام دعایی را خوانید می شود و برای چی ما ربنا در این نمازهایی که در این نوارهایی که کردیم ثبت کرده گذاشتیم، برای چی ما ربنا را گذاشتیم؟ برای خاطر که ربنا دعای قرآنی است و دعای قرآنی بهتر است. به همین سبب بعد از التحیات خواندید، صلوات ها را خواندید، می توانید کدام دعایی را بخوانید، خواه اللهم اغفر لی، خواه ربنا آتینا، خواه دیگر دعاها. و علما میگویند که بهترین دعاها این دعاهای قرآنی، دعاهایی که با ربنا سر میشن و دعاهای سلامت باشید ایوانوف. سنت آخری نماز پیشین خفتن را 4 رکعت پیامبر خواندگی است یا خواندن ممکن است؟ سنت آخری نماز پیشین را خفتن را 4 رکعت، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت های نماز 5 وقته را
که سنت های پیشین، سنت های خفتن، سنت نماز شام، این سنت ها را همه وقت میخوندند و همین سبب این سنت ها را سنت های مؤکده میگویند، یعنی تاکید کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله این سنت ها را ترک نمیکردند و ما هم باید این سنت ها را ترک نکنیم. و پیش از نماز عصر 4 رکعت سنت میخوندند، ولیکن این سنت مؤکده نیست، گاهی میخوندند گاهی نمیخوندند و این سبب ما نمیخوانیم و اگر کسی خواند انشاءالله ثواب است. ولیکن سنت های نماز پیشین و شام و خفتن و بامداد همش سنت های مؤکده هستند، باید بخوانیم. سلام علیکم. درباره اقتدا کردن به امام، یعنی در کدام نمازها اقتدا کردن لازم است؟ سنت، فرض، واجب، وتر، تراویح روشنی میکرد. تشکر. ظفر سیدالیف: عادتا در غیر رمضان ما از پشت امام نمازهای فرضی را میخونیم، نمازهای عید را میخونیم و در رمضان نماز تراویح و نماز وتر را میخونیم. نماز تراویح یعنی که فرض نیست، سنت است. به همین سبب یعنی که و دیگر سنت های نماز را طاقه میخونیم، یعنی که سنت های دیگر نمازهای پیامبر را خود میخونیم. فقط در تراویح میتوانیم، در رمضان میتوانیم تراویح را با امام بخونیم و وتر واجب را هم در رمضان میتوانیم با امام خونیم و در غیر رمضان یعنی که در قفای امام نمیخونیم. فرض نماز 12. بله، فرض نماز 12، 6 داخل نماز، 6 بیرون از نماز. افیر آینده را انتظار مکه جان، انشالله فرصت باشد. که ما در شاورما کار میکنم، اگر وقتی کلینت میپرسم ما راستش رو میگویم که گوشتی مرغ است، من میگویم گارانتی نمیتیم، ولی بعضش میخورن همی اویلی که ما حلال است جواب تید. اکا جان بحریدین شما در شاورما کار میکرد، وقتی که میپرسن که همین گوشت حلال است یا نه، شما باید جواب درست رو بدهید. شما همین گوشتی که خریدید از اینکه فرماهای حلال خریدید یا نه، از حلال باشد گوید که حلال است و از حلال نباشد گوید که از حلال نیست. بگذار هم وقت راستگوی باشید تا همون پولی که شما به دست میارید انشالله پولی حلال شود به شما. که در سودا باید دروغ نگوییم. اگر در سودا دروغ بگوید روز قیامت اما از گریبان تو میکشد یه آدمی که گوشت را خورده بود. و چی جوابی دارید شما در روز قیامت وقتی که از گریبان شما کشیده بگوید که تو گفتی که شما گفتید که گوشت حلال است و من این گوشت را خوردم، گوشت حرام بود. چی جواب میدهید؟ بله، همه ثوابای شما را از شما میگیرند و به این شخص میدهند. و همین سبب در همه کار راستگوی باشید. سلام اکا جان، ما در نورسیسک داریم کدام چیسلا روزه گیریم؟ وحدت 08 روزی 24 روزه گیرید و در آمده تقویم همون شهر خود رو در اینترنت یابید، موافق همون تقویم روزه گیرید. نماز شبی برات را چی خیل خونیم در کار؟ نماز تهجد را چی خیل خواندن در کار؟ یکی نماز برات، نماز تهجد، نمازهای نفل نیت میکنید، نیت کردم بگذارم یا که 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تهجد، تمام باقی مانده همش مثل نمازهای وقتی خوانده میشه، فقط نیتش دیگر است. تمام. و آن سوره‌ای که از یاد میدونید همون سوره بخونید. اسلام تیجی اکا ما دو کسی نماز تراویح را با آواز پس خوانده میشود، چون که ما بلند خوانم سوره ها را گم میکنم. اگر 2 نفر باشید یعنی که شما امام شوید بلند خوانید، که بلند خوندن بهتر است. نماز تراویح را بلند میخونید و انشالله عادت میکنید بلند خوندن را. در پناه الله. سلام. تیمور اسرارов: سلام اکا، همه وقتهای نماز در اینترنت هستند، هر شهر وقتهایش دیگر هست. عموما
همین وقتها درست هست. بله برادر، هر شهر باید وقتی خود را داشته باشد، برای خاطری که بین این شهرها مسافه است و آفتاب در جایی که میشینه در دیگر جا شیشتگی نیست. به این سبب این درست است. 2 رکعت سنت آخری نماز پیشین و سنت نماز خفتن 4 رکعت پیامبر خوانده است. یکی سوال: پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت های نمازهای 5 وقته را ترک نکردند، به این سبب سنت های مؤکده هستند. بله، سنت های نمازهای پیشین و خفتن را خواندند و این چونین شام را. فهمیدم اکا جان، من راستش میگم که گوشت شاورما گارانتی نیست، پول من. وقتی که شما راست را گفتید و شخص خورده خرید، این از شما از گردن ساقط کردید. شما گفتید که بله این گوشت حلال نیست، شما راست را گفتید و خریده خورد، این اینه که شما از گردن ساقط کردید و گناهکار می شود. و سوالی که اگر سوال دیگری شما که پولی همین حلال است، پولی کاری شما، بله پولی کاری شما حلال است، چون که در شهری که شما زندگی میکنید شهری مسلمانان نیست، یعنی که شما این می توانید به دیگران فروشید، یعنی این شاورما را. و این سبب در شهری نو غیر مسلمانان، یعنی که از گوشت آنها گرفته به آنها پخته دادن اجازت است. شوکت سوال فهمیدم. نماز شب تا چند رکعت خواندن درست است؟ شوکت، نماز شب را از 2 تا 4 رکعت میتونید نیت کرده بخونید. یکی یا که 2 رکعت یا که 4 رکعت. برادر عزیز، اگر آدمی تنها گذار نماز قضایی دارم، تراویح خوانم بهتر است یا که قضایی؟ یکی قضایی خواندن پیش است از تراویح. قضایی ها را بخونید و تراویح را بخونید، انشالله از ثواب تراویح هم بهره برید. لیکن اول قضایی ها را خونید. سلام علیکم، سوال داشتم، در تراویح کدام سوره ها را خوانیم یا آیا از کجای قرآن خوانیم می شود؟ برادر و علیکم السلام، در تراویح آن نمازهای خوانید که نمازها را خوب میدانید، آن سوره های را خوانید که سوره ها را خوب از یاد میدانید، از کجایی که قرآن نباشد. مهم اینه که شما آن سوره ها را خوب دانید، بهتر دانید. مایرانبک مختارов: سلام علیکم، وقتی نماز بامداد در مسکو پگاه ساعتی چند است؟ در مسکو نمیدونم، در آمده بینی در اینترنت هست. و علیکم السلام مایرانبک. اکجان، در وقتی طهارت کردن با پا شستن کدام دعا را میخوانی؟ که یگان دعای عمیق نیست در این باره، در بعضی کتاب ها می نویسن، لیکن که یگان دعای شستنی پای نیست. سنت این است که بعد از طهارت، یعنی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم اجعلنی من التوابین و من المتطهرین، این دعا را گفتن است بعد از طهارت. جان، نام خودتان میگفتید، یک چند سوال ها دارم. نام ما انشالله در زیر نوار میگذاریم رقم ها رو. در شب لیلت القدر سوره اینا انزلنا فی لیلت القدر را خوانم پیشکی است. سوره قدر را در همه شب بخونید، نه تنها در شب لیلت القدر، در همه نمازها بخونید. اگر خوب از یاد دانید در همه حالت بخونید، نه تنها در شب قدر. در نماز ویتر واجب سوره قنوت را ندانی باید کدام سوره را بخوانی؟ یکی سمیر صالح: در نماز ویتر سوره قنوت نه، دعای قنوت. اگر دعای قنوت را ندانی باید کدام دعا را خونی؟ بعضی علما میگویند که دعای ربنا آتینا را بخونید. ربنا آتی فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. لیکن این را بدانید که باید شما
حرکت کرده این دعای قنوت را از یاد کرده بخونید. یک تا از یاد کردن میتونید دعای ربنا را خوانید، یا که در بعض کتاب ها میگویند که 3 بار سوره قل هو الله بخونید یا یگان دعای دیگر. سلام که همین نماز شام چه خیلی وقتش رو معین کنیم. فیلم تیوی در کدام شهر نباشید حاضر با واسطه اینترنت 100% انیق کردن ممکن است. یکی نویسید که آفتاب با روسیه آفتاب در این شهر کی میشیند، در همونجا میبراید. حتی در همون تلفن شما وایست است پراگنوز پگودی، در همونجا هم می نویسد که زکات در همونجا می نویسد، دقیقش حتی دقیقش را می نویسد. در آمده ببینید، این مشکل نیست. حاضر سلام علیکم برادر، در این شب و روز روزه داشتن یا نداشتن یگان تفسیر میدادید انشالله. علیکم السلام برادر، یکی روزه بگیرید انشالله. اگر خوف نباشد، بیمار نباشید، که انیق بیمار نباشید، صحت و سلامت باشید، روزه بگیرید انشالله و توصیه هایی که دکتران میکنن عملی کنید انشالله و از خداوند دعا کنید که از این بیماری ما رو نگه دارد. سلام علیکم برادر، ثوابی بعد از ماه شریف رمضان را 6 روز روزه میگیری، همان را میگفتید. ابراهیم عوضزاده، یعنی که ما حدیث هایی که ما گذاشتیم در یوتیوب، ما هر روز یک حدیث میگذاریم که مرحبا ای رمضان، حدیث 1، حدیث 2، این روز حدیث 25 را گذاشتیم. در یکی از این حدیث ها پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند که کسی که ماه رمضان روزه دارد و بعد از رمضان از ماه شوال 6 روز روزه گیرد، ثواب 1 ساله روزه را گرفته است. یعنی که اگر بعد از رمضان 6 روز روزه دارید در ماه شوال و این 6 روز یعنی که پی هم داشتن شرط نیست، می توانید روزهای دوشنبه، پنجشنبه شوال را دارید. عموما اگر بعد از رمضان در ماه شوال 6 روز روزه دارید، انشالله ثواب 1 ساله روزه را میگرد، یعنی که ثواب 1 ساله روزه را میگیرید انشالله. در یکی از حدیث ها پیامبر صلی الله علیه و آله چنین میگویند. سوال: ما حتی فهمیدیم که بعدی فرض پیشین 2 رکعت سنت هست، همان را 4 رکعت خوانده است پیامبر صلی الله علیه و آله. یکی سوالی شما که پیامبر صلی الله علیه و آله 4 رکعت خوانده باشند، در مذهب ما 2 رکعت است. در مذهب ما 2 رکعت است، ما 2 رکعت میخوانیم. سلام علیکم اکا، تراویح را خواندن در کار یا نه؟ من مینم شبانه صدم سفرف، تراویح را خواندن در کار یا نه؟ چی گویم شما؟ و علیکم السلام. از ثواب تراویح خود را محروم نسازید، انشالله بخوانید، بعد از کار بخوانید، چند رکعتی که قدرت کردید بخوانید. اکا جان برای بلاگری که کرونا ویروس کنکورسی، اکا جان برای بلاگری که کنکورسی حرام میکنن یگان سخن گوید، شاید برادرانی که در این افیران بلیت خریدن. بحردین سلامت باشید به سوالتون. بله، برادرانی که ما را گوش دارید، بدانید که آن کنکورس هایی که بلاگران تاجیک اکثریتش تشکیل کردند، چی ماشین موندن، چی دیوان موندن، میبل موندن، چی نموندن، بدانید که همه این بازی ها حرام است. در این باره ما با فکرم 3 نوار کرده در یوتیوب گذاشتیم. این نوارهای ما را تماشا کنید. ما در آنجا پورا گفتیم کدام آیت، کدام حدیث موافق کدام آیت حرام است. ما همه این را گفتگی هستیم، فقط عمل کردن. یعنی که اکثریت انسان ها میدونند که این بازی ها حرام است و من تعجب در این است که میدونند که حرام است باز بازی میکنند. همینش تعجب. آنها میدونند که قمار مثل
مثل خوردن شراب، مثل گوشت خوک، مثل زنا، مثل همه این گناه ها حرام است. شما گوشت خوک نمیخورید، شما یعنی که خمر شراب نمیخورید، برای چی شما قمار بازی میکنید حالا که همه اش یک خیل حرام است؟ در سوره مائده خداوند یعنی که قمار را در ردیف پرستش بت، در ردیف خمر حرام کرده است. یعنی که در یک آیت وقتی که خداوند میگوید به درستی که قمار و شراب و بت پرستی یعنی که از شیطان است و حرام است، یعنی که برای چی شما شراب نمی نوشید، یعنی که گوشت خوک نمی خورید ولیکن قمار بازی میکنید؟ حالا اون که قمار بازی کردن مثل اون است که گوشت خوک خوردید. این هم امر خداوند است که امر نهی خداوند است. یعنی که خداوند امر کرد که از قمار دست کشید، خداوند امر کرد که از زنا دست کشید، از خمر دست کشید، از بت پرستی دست کشید. شما دست کشیدید و این چنین خداوند امر میکند که از قمار دست کشید. برای چی شما دست نمیکشید؟ تا حالی بازی دارید. از خداوند بترسید و اون چی که شما با واسطه قمار برد میکنید بدانید که این مال حرام است. خواه ماشین باشد، خواه تجهیزات باشد، چه که نباشد، خواه تلفن باشد، حرام است و حرام است و حرام است و هیچگاه حلال نمی شود، چون که آیت قرآن است در این باره. و در آمدد نوارهای ما رو بینید. در این باره ما 3 نوار کرده استیم. سلام علیکم. در نماز با جماعت سنت را با امام اقتدا میکنیم. و علیکم السلام شهرت. در نماز با جماعت سنت را نه، در نمازهای 5 وقته سنت را ما خود میخونیم، فقط فرض را با امام میخونیم و در رمضان تراویح را با امام میخونیم. و یکم اگر نماز بامداد خواب دمانی چه خیل نیت میکنی؟ بعد اگر نماز بامداد خواب ماندید تا نماز پیشین هم سنت و هم فرض نماز بامداد را قضایی بامداد گفته میخونید و اگر بعد از پیشین شد فقط فرضش را میخونید. قضا گفته. شفقت آقایف، فرق بین شام و عصر، عصر و شام چند ساعت فرقیت دارد؟ انیق نیست. این وابسته به جایی که شما زندگی میکنید. به همین سبب بهتر میشد که تقویم شهری خود رو گرفته از آن استفاده کنید. ابراهیم وزاده، برادر 8 رکعت تراویح خواندن ممکن است؟ ما یک چند برادر رمضان گذشته در پیتر در مسجد اشتراک کردیم که آنجا 8 رکعت میخواندن. موافق مذهب ما 20 رکعت است. اگر شما 8 رکعت خواندید یعنی که قسمی تراویح را خواندید، یعنی که ثواب 8 رکعت را گرفتید و شما تراویح را کامل نخواندید. در مذهب ما 20 رکعت است. خارجان زنی که شوهرش در ترمه 15 سال داده شده، زن خودش کار میکند اما میگه که دو دخترچه دارم. زندگیم که در وقت که کرانتین میگوید در یک کامنت زندگی میکنیم. بحریدین، سوالتان نه آنقدر فهم است. چه خیلی میگویم که نمازی بامداد رو سری آفتاب میخونی قضا میشه. وقتی که آفتاب برآید نماز قضا میشه، تمام. بعد از آفتاب برآمدن سنت و فرض بامداد تا پیشین خواندن ممکن است. ذریعه من کم ماند. برادر در کجا زندگی میکنیم؟ ما در اینه که تترستان زندگی داریم. حضرت در 2 سوال دیگه جواب میدیم. برادران ذریعه هم کم ماند، 4% ماند است. حضرت در طرز آسانی از خود کردن قرآن یک روشنی میدادید. انشاءالله بعدتر در این باره میگویم. طرز از خود بهتر است که اون سوره که از یاد میکنید
روز بعد از یعنی که سحر بخونید پیش از بامداد یا که بعد از بامداد. این وقتی بهترین است برای حفظ کردن. سلام علیکم پیامبر. ابوبکر درباره تولد پیامبر و وفات پیامبر ویدیو هست در آمده ببینید در کانال ما. بله برادر، وقتی زنی که محتاج است میتواند یاردم پرسد. بله یاردم دادن اینه که برای این عائله بهتر است. سلامت باش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیران سالان روزه نگیرن و جایش پول میتین. بله محمود محمد، کلان سالانی که قدرت روزه گرفتن ندارند، اینه که پیران سالان کهن سالان روزه داشتن نمیتوانند، در هر یک روز روزه فدیه میدهند. فدیه این مقدار یک روزه طعام یک انسان است. همین روز مثال من در جای شما در مقداری به مقدار چند پول یک طعام یک روزه شخص می شود، همان را حساب کرده می دهند به یگم کم بغل، به یگم که محتاجان. اکا پریامای افیر بحریدین تمام برادران انشالله سوال ها انشالله به همه سوال ها جواب دادیم. در اینجا ما افیر را به آخر می رسانیم. به همه شما آمدن ماه شریف رمضان را تبریک و مبارکباد می گویم. بگذار خداوند در این ماه به شما یعنی که آسان بگرداند. روزه داشتن، نمازهای تراویح خواندن را انشالله به همه شما آسان بگرداند و دعا را در حق ما فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا در چند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. انشالله این که افیر رو دلیت نمی کنیم، در آمده با تماشا کنید.